9 ماه است که خانم یادگربی صابیرова خانه خود را ترک کرده است. او ادعا میکند که از جانب همسر و فرزندانش لطوکوب شده است و برای گرفتن حقش به دادگاه شکایت کرده است. حالا او در خانه خویشاوندانش زندگی میکند و میگوید حکم دادگاه تنها راه حل این ماجرا است. من رفتم خط چی دادم جدو شویم. سود دادم سوتردم نداری بچم. من نه سون دارم، نه تقه دارم، نه صحیح دارم. ایروی قانونی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما میگه نم کار مرا پیش بر. و نمی بگی نمی 48 سال کار کردم میهنن مجید دو کنه بتاون مدگم خونه نمیره. اما فرزندان و همسرش این ادعا را رد کردند. آنها میگویند که مادر را کسی از خانه پیش نکرده است. در دادگاه هم گفتند که برگشت مادر را به خانه میخواهند. ما مادر ما را هیچی گفته نمیتونیم، یکمش اگر ما امور را میتونستیم گفتم ما با او رها نمیرفت تو زنگ. یک دیگه‌مش اکا یگان فرزند او را خونه سکگی نیسته. همسر خانم یادگربی از او تعریف کرد که 48 سال زندگی خوب داشتند. بچه ما زندگی شیرین داشتیم، زندگی خوب داشتیم. حاضر ما برای ما 8 فرزند دارم، 4 بچه 4 دختر. همه با در دوی خدمت دو بچهش در همین جای. باور کنی اگر 2 سال ما خونی خدمت میخورم. اما پسر او میگوید که مادرش بیمار است و شاید از همین سبب چنین تصمیم گرفته است. مادر ما کسل ما خط دویی ندارم. امر برآمد رفت، یک در روز گم شد، آمد با جنگی ما پدر ما را گرفتیم، 2 ماه بودیم جوگه کنیم. مقامات میگویند که از قضیه آگاه هستند و کوشش دارند که عائله متحد شود. باید حل شود. همون من یادگربی و در آینده تکلیف میدم که بیا مثلا در پشت ما خونه میبریم بیا زندگی کنه و سوشون کن طرفتگی است که اون برگه زورا و نولاد کنیم حتی در 70 رفتگی نخوید. تو حقیقی که اول شب بچینجی بگیم دیدوشون نکنیم. یادگربی صابیرова در ناحیه شمس‌الدین شاهین همچون هنرمند شناخته شده است. وی با گرانت پرزیدنتی صاحب چند ماشینه دوزندگی شده 10 شاگرد را تعلیم داده است. اما پس از این بحث ماشینه‌هایش در خانه خواهرزاده‌اش به استفاده مانده اند. حالا بحث خانم یادگربی و عائله‌اش در دادگاه بررسی می شود. هر دو جانب می خواهند که حق به حقدار رسد. آیا این یک نوفهمی خانوادگی است یا مسئله جدی که عدالت می خواهد؟ پاسخ را دادگاه خواهد داد.